اگر به خود و هدفت باور داشته باشی، یگان کار غیر امکان نیست. گرچند مشکل هم باشد، انسان می تواند به همه مقصد خود برسد. امروز یک قدم بزرگی دیگر برای ساختن فرمچه شخصی مرغ در دهه گذاشتیم. تخته آوردم و چند متر سکه خریدم. شاید یک خانچه معاصر ساخته شود. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. همچنین امروز 9 مرغ دیگر خریدیم. الکی با 4 اندیوکه که پیشتر داشتیم، صف پرنده هایمان به 20 تا رسیده است. این در حال است که ما همه را از همگی 3 اندیوک آغاز کرده بودیم. آن وقت کسی باور هم نداشت، لیکن ما توانستیم. اما چند روز است که اندیوک های ما تخم ملایم به قبض می گذارند. به فکر شما سبب این چیست؟